میگفتید که صدقه فیتر و زکات رو به برادری که از پدر مونده است، پدر یک مادر جدو، لیکن معیوب است. درست است دودان؟ وصفی معیوبیش در قرآن نآمده است. وصفی فقیری و مسکینیش لازم است. یعنی معیوب باشد و میلیاردر باشد داده نمیشه. معیوب یعنی که غالبا معیوبا کمبغل هستند. برای چی؟ برای در جاهای ما به معیوب دولت پول نمیتید. در دیگر کشورها معیوب از آدمی درست پولدارتر است. چون که پنسه های کلام میتین، نفقه ها میتین. برای معیوب از چند جا نفقه میگیرد. نفقش کلام 5000 6000 4000 یورو پول میگیرد معیوب ها. برای اون معیوب زکات داده نمیشه. اما این معیوبای بیچاره که هیچ کس نگاه نمیکنه، برعکس برای و یک آدم دیگه کاربست کردن کار یا خویش تبار یا بیگانه آیلیگ میتیم که این حاجت خانه برد، این شستشو کند، این نگاه و بینی کند. این معیوبی بیچاره یعنی صرف و خراجات دارد. معیوب کار کرده نمیتوند که پول به دست بیارد. از همین حساب کمبغل باشد بله، لیکن خودی وصفی معیوبیت یا یتیمیت این آدمای ما معیوب و یتیم قبیله گرفتیم. الله تعالی به معیوب و یتیم زکات تا نگفته است و فقیر و مسکین گفته است. اگر همین معیوب یا همین یتیم صفتی فقر و صفتی مسکنت یعنی کمبغلی داشته باشه بعد داده میشه. این هم به شرطی که نماز خوانود به تقوا باشد، نرکمند باشد، بانگی باشد، از بانک قرض گرفته باشد، پول کتی گناه میکرده باشد، برای اینا داده نمیشه. زکات برای آدمای مسلمان است، آن آدمایی که اسلام رعایت میکنند. ولی درست است که مثال برای فاسق اگر یکم که زکات دهد زکاتش درست میشد، ولی مستحب این است که باید به آدم دیندار دهد. آدمی که دین اطاعت نماز میخواند، روزه میدارد، دهد تا اینکه وای باز قوت گیرد پیش رود. بله. استاد یک خواهش دیگر او بخشش. برادری از پدر است یا از مادر است یا برادری بیگانه هست فرق نمیکنه. این نمال مؤمنون اخوه، مؤمن ها به همدیگر برادرند. برادر بودن شرط نه، شرط مسکین فقیر باشد و مسلمان باشد. تمام. خیش باشد هم اجازت از غیر پدر و مادر و غیر فرزندا.